یک آدم با تجربه به من گفت چیزی که در مورد آدم ها برای عجیب است این است که از کودکیمان خسته میشیم و به خاطر بزرگ شدن عجله میکنیم و دوباره دلمان برای کودک بودنمان تنگ میشود. سلامتیمان را از دست میدهیم تا پول به دست بیاوریم، بعد پول را از دست میدهیم که سلامتیمان برگرده. با نگرانی در مورد آینده زمان حال را فراموش میکنیم، جوری که نه در حال زندگی میکنیم نه در آینده، و طور زندگی میکنیم که قرار نیست بمیریم و طور از دنیا میریم که انگار عید زندگی نکردیم. جانم فدای طیبتن به دست کی افتادی، گریه کردم برای آزادی. مظلومی